درود به شما کاربر محترم. این ویدئویی که دارید می‌بینید ویدئوی اصلی قسمت اول کورس آموزشی مقدماتی بوکمپ نیست. ویدئوی اصلی رو از یوتیوب مجموعه فونتریت حذف کردیم. شما که تازه اومدین این دوره رو ببینید میتونید به ویدئوی اصلی قسمت اول در سایت مجموعه فونتریت و همچنین آپارات مجموعه فونتریت دسترسی پیدا کنید که لینک های مربوطه رو توی دسکریپشن گذاشتم. در ویدئوی اصلی ما بوکمپ 7 و 3 رو به شما ارائه دادیم که یه سری باگ داشت. بنده پیشنهاد میکنم به جای اون ویدیو و ریختن بوکمپ 7 و 3 شما برنامه فونتریت BM لودر رو بریزید که بنده برنامه‌نویسی کردم و روی خودش جدیدترین نسخه بوکمپ رو هم داره. لینک های مربوط به اون آموزش رو هم براتون توی دسکریپشن میذارم. اون آموزش نصب نرم افزاری هست که در دوره پیشرفته ارائه داریم میدیم و استفاده از اون بوکمپ که نسخه 7 و 4 خیلی بهتر از نسخه 7 و 3 است. همین. خداحافظ.